بشه ترام بگیر آلدی برای گفتم نمیکنه دایکو ترو عزیز شما کرپور انداختن گیرید روز میمونم پیدا میشن اینجا روز میمونم میبینم اینا اصولا گیرم بسیار وقت بگیرم 10-15 دقیقه وقت میگیرم گوشبک و فضلابک از نوعه اشکاشون از وادی وخان در همه خانواده ها و نوروز تیاری میدن و پگاهی بر وقت صبح هنوز ندمیده علکه همه به پا میخزن خود و کلان و از خانه بیرون میشدن و در همون کدبانوهای خاندان علکه بر روبوچین خانه سر میکردن تازه کردن خانه همه لباس ها رو میبرآوردن میتکاندن تازه میکردن شنگ و غبار و خانه رو میوفتن هم شیفت و هم خانه رو روبوچین میکردن بعد یک چیز بود عادت بود که دیوارها رو 3 قبط با آرد میزنن این یک چیزی عجایبی بود که همون پنجه دستی مخصوصا کمپیرها این کار رو میکردن در همون چیز مینشست همون خیلی میدر آمده یک گل برین چون خوش میبینم 3 قبط 4 قبط همون خیلی گیرد راست آرد میزنن و باید آرد چنان باشد که در تگ پا باید همون آرد وقتی که راه میگردی باید ایدی پای ماند چون که اگر همین ایدی پای میمان میگوتن که این سالی با برکت میشود چون که آرد ریختر در تگ پا و این هم یک خورسندی می آمد و بعد از اونه که همه روبوچین تمام میکردن از همه پیش موسفیدان در همون محل بودگی از پیش آنها دعوت میکردن و پیشکی در نزد در خانه خیمچه ها رو می آوردن تیار کردگی برای هر یک خود و کلان خیمچه ماندگی می آمدن این خیمچه ها رو گرفتن موسفیدان از پیش کودکا و انصابه و شاگون بهار مبارک گفته به خانه می در آمدن فلسفه این معلوم است چون که در دوام سال در آن خاندانی که چیزی در آمده باشد بیم چیزی بلایی باشد چیزی اون چیزهایی که ضرر آور هستند به امید همین که با همشون میتکنند که یگون چیز همون از
چیزهای بعد از سال گذشته نماند، همش تازه میکردند که سال نو همش نو باید باشد. در شگون نوروز باید همه چی باید تازه باشد که از سال گذشته یگان درد و بلا نماند. همش تازه میکردند، میپرداختند. بود همون عجایبش بود این است که اون وقتی برآوردن همون خاکروبات تازه میکردن خانه رو و رو مخصوصا همون شخصی که باید تازه میکرد، عادتا زنها تازه میکردن، های کلان سالان کانتین ها بودن و او میگرفتن بالای سر میپوشوندن یگون یا چقتی جامعه قطعی میپوشوندن و وقتی که میبرآمدن به همون طرفی که آفتاب برا هست پشت میگرداندن، اقیدناکی رفتار میرفتند و همون رو میپرداختند که رو به طرف آفتاب نباشد. خیلی به فکر شخصی من ممکن یکی از همون چیزهای نشانه دوره زردشت است که باقی مانده زردشت ماندگی است